سلام، من نورام، یه دختر روستایی. علاقه زیادی به حیوانات دارم، گاهی برشون غذا میبرم. انقدر این اردک‌ها رو دوست دارم خوراکی خودم باشون تقسیم میکنم. گاهی نگران گاوا میشم، روزی چند بار بهشون سر میزنم. حتی گاوا رو میبرم سمت جنگل علف بخورن. آرزو دارم یکی از این اسبا داشته باشم، بالاخره میخرمش. خلاصه که همه حیونا رو از ته قلبم دوست دارم. اینجا روستای زیبای منه، پر از حس آرامش. این قسمت زمین‌های کشاورزی روستامونه. این اردک‌ها چه کیفی میکنن تو این آب. اینجا هم خونه مادر بزرگمه، نزدیک کوه جنگل. اینا هم مرغ خورسای قشنگ مادر بزرگمه. امروز رفتم سری به قهوه مشکی بزنم. از این برگا برشون آوردم، آخه قهوه مشکی خیلی از برگا دوست دارن. مشکی خیلی شکمو بود، همه برگا رو برا خودش میخورد، نمیداش به قهوه چیزی برسه. بالاخره موفق شدم به قهوه هم غذا بدم. البته بیشترشو مشکی خورد. مشکی حسابی سیر شد. قهوه مشکی یهوی دعواشون شد، معلوم نیست با هم دوستن یا دشمن. هی صداشون میزدم دعوا نکنید، ولی توجهی به من نمیکردن. پیشی خوشگلم بغل کردم، از رودخونه با هم رد شدیم، رفتیم به سمت خونه. امروز هوا بارونی بود، دلم خواست توی آلوچیق برم بخوابم. من خواب بودم، پیشیم نگهبانی میداد. من خواب بودم، این شیطون بلا اومد روی شکمم خوابید، بیدارم کرد. از خواب بیدار شدم، پیشی خوشگلم و ناز دادم، پرتمو کشیدم روش که بخوابه، ولی پیشیم گشنش بود نخوابید. پیشیمو بردم که غذاشو بهش بدم. براش شیر ریختم تا بخوره، جون بگیره، به بچه‌اش حسابی شیر بده. چند روزی میشه که میسیوی من 3 بچه گربه خوشگل زاییده، بالای طویل زندگی میکنن. بچه گربه رو گرفتم گذاشتم توی سبد. با 2 بچه گربه اومدم پایین، یکیشون از دستم در رفت. دهن بچه گربه غذا گذاشتم خوردن. مامان شکموشون بیشتر غذا رو برای خودش تنهایی خورد. این بچه گربه خیلی تشنه‌اش بود، آوردمش کنارتونه آب بخوره. نگاه کنید چه قشنگ آب میخوره. به نظر شما اسمشو چی بذارم؟ دوست قشنگم، امروز تصمیم گرفتم یه چوب ماهیگیری درست کنم، برم دریاچه باش ماهی بگیرم. اول یه چوب بلند برداشتم، بعد یه نخ ضخیم بلند به چوب گره زدم. میوسی هم کمکم میکرد. با یه تیکه سیمم قلاب درست کردم. به گربه هم قول دادم برشون ماهی بیارم. رسیدم کنار برکه، آماده شدم برای ماهیگیری. قلاب انداختم توی آب تا ماهی به قلاب گیر کنه. هر چقدر منتظر شدم ماهی به قلاب گیر نکرد. برای همین عصبانی شدم، چون ماهیگیر رو انداختم توی آب. وسیله‌ام برداشتم، بدون ماهی راه افتادم سمت خونه. این خمیره هم قسمت غذا شد بخورن. به پیشی کوچولان گفتم این بار نشد، دفعه بعد حتما براتون ماهی میارم. امروز رفتم به جوجه سری بزنم، دیدم یکیشون نیست. نگران شدم، دنبالش گشتم. یهو دیدم جوجه گم شده مرده. از مرگش خیلی ناراحت شدم. مامانش هم بیقراری میکرد. با قلبی شکسته و پر از درد خاکش کردم. بهش گفتم آرام بخواب کوچولوی من. با خروس دنبریده دعوا کردم، گفتم تو جوجه رو زدی کشتی. در حین ناراحتی وقتی دیدم جوجه اردک‌ها به دنیا آمدن خیلی خوشحال شدم. وای چقدر ناز گوگولیه. با جوجه اردک‌ها یکم آب بازی کردم. صبح بیدار شدم، رفتم انباری بر مرغا غذا تهیه کنم. اول یکم آرد توی ظرف ریختم، بعدش سبوس ریختم. نیسا مثل همیشه پیدام کرد، یکم کلش آرد مالیدم. از انباری رفتم بیرون، یکم آب به آرد و سبوس اضافه کردم، بعد ورز دادم. مرغ و خروس و غاز و اردک همه بهم نگاه میکردن، منتظر غذا بودن. غذا اینا آماده شد، نوش جان کردن. این خانم مرغ هم قراره به زودی مادر بشه.
کارام تموم شد رفتم سمت خونه.